حتما یه ریگی به کفششون هست. اگر کسی امام زمان تو را مسخره می کند، اگر تشکیکی درباره او برای تو به وجود می آورد، کانالای ماهواره‌ای، کتاب‌ها و غیره، اینا را بهشون محل نگذار. فاعرض عنهم، نگو وایسم ببینم چی میگه، رودو برگردون و برو. تا میای وایسی ببینی چه میگوید، شیطان تو را مهارت کرده است، نگرت میداره، منحرفت میکند. اعراض کن از اونها و برو منتظر واقعی امام زمان باش. خودتو درست کن تا منتظر واقعی باش. بینندگان عزیز، واقعا دلیل این که این آخوندها از شبکه‌های ماهواره‌ای اهل سنت اژدهای دو سر ساخته‌اند چیست؟ چرا اینقدر اصرار دارند که شما به تماشای این شبکه‌ها ننشینید؟ مگر این شبکه‌ها چه رازی را برملا می‌کنند؟ چه مسئله‌ای امثال این آخوند را ترسانده است؟ قرار است چه موضوعی در این شبکه‌ها افشا گردد؟ چه حقیقتی در وجود آخوندها نهفته است که نمی‌خواهند کسی از آن باخبر شود؟ مگر هر انسان عاقل و بالغی حق انتخاب را ندارد؟ مگر هر صاحب خردی نمیتواند درست و نادرست را از هم تشخیص دهد؟ حقیقت این است که این گرگان در پوستین میش هزاران معمای نهفته در وجودشان دارند که نمیخواهند کسی از آنها باخبر شود. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بگو حق آمد و آشکار شد و باطل نابود گشت. بیگمان باطل نابود شدنی است.